خیلی از این راهکار طبیعی استفاده نکن، چون خیلی سرعت رشد موهات زیاد میشه. میخوام یه راز طب سنتی چین باستان رو باهات در میون بذارم که موهاتو بلند و درخشان بکنه. فقط یادت نره که این ویدیو رو ذخیره کنی که از دستش ندی. برای شروع 2 تا قاشق غذاخوری برنج لازم داریم. اول باید شستشو بدیم که تمام ناخالصیاش از بین بره. حالا هم 1 لیوان آب اضافه کنید. یکم هم بزنید و بذارید حداقل 3 ساعت یه گوشه بمونه. برنج سرشار از آمینو اسیدهایی که کف سر رو تغذیه میکنه، سرعت رشد موها رو زیاد میکنه و از شکنندگی موها جلوگیری میکنه. بعد از 3 ساعت آب برنجتون رو از صافی رد کنید، توی یک ظرف دربسته بریزید، بذارید 1 شب بمونه تا تخمیر بشه. آب برنج تخمیر شده نه تنها رشد موهات رو افزایش میده، بلکه ساختار مو رو تقویت میکنه و از شوره جلوگیری میکنه. برای اینکه اسپری آب برنجت کامل بشه، اون رو با مقداری روغن کرچک، زیتون و یا نارگیل ترکیبش کن. روغن رطوبت موهات رو نگه میداره، مواد مغذی بسیاری داره و قدرت حالت دهندگی و درخشانی موهات رو بیشتر میکنه. قبل از مصرف به خوبی بطری رو تکون بدید. 2 ساعت قبل از حموم مستقیم به کف سرتون بزنید و داخل حموم با شامپوی مناسب شستشو بدید.